شما وقتی قلبتون درد میکنه میری سراغ پزشک، وقتی پاتون درد میکنه میری سراغ پزشک، وقتی کلیه اذیتتون میکنه میری سراغ پزشک. اینا همگی در راستای اینه که ما بتونیم سلامت جسمانی خودمون رو دوباره پیدا کنیم، بتونیم به اون بهداشت جسمانی برسیم. ولی میدونید ما یک بعد دیگه‌ای هم داریم به نام ذهن که اگه ازش محافظت نکنیم، به بهداشتش اهمیت ندیم، علاوه بر اینکه میتونه کیفیت زندگی ما رو پایین بیاره، میتونه اون بعد جسمانی ما رو هم به خطر بندازه. توی این ویدیو قراره راجع به بهداشت روانی حرف بزنیم. سلام، به سایکوپاپ خیلی خوش اومدیم. من طه هستم. بدون مقدمه بریم سراغ موضوع اصلی این ویدیومون که راجع به سلامت روان هستش. اینکه سلامت روان اصلا چیه؟ چطوری تعریفش میکنیم؟ سلامت روان چه اهمیتی داره؟ چه عواملی روی سلامت روان ما اثر میذاره؟ ادامه ویدیو همه اینا رو خواهم گفت. موضوع اولمون اینه که اصلا سلامت روان چیه؟ ما چطوری تعریفش میکنیم؟ به طور کلی تعریف‌های مختلفی از این سلامت روان میشه. برخی از یک جنبه بهش نگاه میکنن، برخی دیگه از یک جنبه‌های دیگه. ولی ما توی این ویدیو تعریف WHO یا همون سازمان بهداشت جهانی رو مبنا قرار میدیم. ولی تعریف سازمان بهداشت جهانی دقیقاً اینه. سلامت روانی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روحی و اجتماعی، نه فقدان بیماری یا ناتوانی. مهمترین نکته از این تعریف چیه؟ اینه که آقا نداشتن بیماری یا ناتوانی به معنای داشتن سلامت روان نیست. این موضوعیه که خیلی‌ها راجبش اشتباه میکنن. خیلی از آدما فکر میکنن که اگه کسی هیچ مشکل روانی نداره پس حتما از سلامت روانی برخوردار، یا برعکس، اگه یک اختلال کوچیکی داره اصلا از سلامت روان برخوردار نیست. طبیعتا این شکلی نیستش. اگه بخوام یک تعبیر عامیانه تری از این تعریف WHO کنم، اینه که آقا شما توی زندگیتون تعادل داشته باشید. به موقع بتونید خوشحال باشید، به موقع بتونید ناراحت باشید، روابطتون رو بتونید مدیریت کنید. من مدیریت میگم و نمیگم همیشه روابط خوب داشته باشید، آدمای زیادی رو بشناسید، با همه ارتباطتون خوب باشه. مدیریت با خوب بودن ارتباط یا بد بودن ارتباط متفاوته. در واقع ما کیفیت ارتباطات رو اینجا اولویت قرار میدیم، نه کمیت رو. فکر کنم دیگه همین مقدار بسه و فهمیدین که اصلا سلامت روان چیه و چطوری تعریفش میکنیم. بریم سراغ موضوع دوم، اینکه آقا اصلا سلامت روان از چه اهمیتی برخورداره؟ ما چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ یکی دیگه از اشتباهی که خیلی انجام میدن اینه که سلامت جسمانی رو بر سلامت روانی اولویت میدن. یعنی اگه کمرشون درد کنه، پاشون درد کنه یا هر یک از اعضای جسمشون دچار مشکل بشه، سریع میرن پیش دکتر تا اون موضوع رو حلش کنه. اما وقتی دچار استرس میشن، دچار اضطراب میشن، روابطشون به هم میخوره، کیفیت زندگیشون افت پیدا میکنه، میگن خودمون حلش میکنیم یا خودش خود به خود حل میشه. پس نیازی نیستش که به متخصص مراجعه کنیم. طبیعتا و قطعا این شکلی نیستش. شما اگه بابت مشکلات روانیتون به یک متخصص مراجعه نکنید، به مرور زمان کیفیت زندگیتون افت پیدا میکنه. و سوالی که ایجاد میشه اینه: شما چقدر قراره عمر کنید که یک قسمت بزرگی از زندگیتون رو هم با کیفیت پایین سپری کنید؟ پس ما همونطور که برای مشکلات جسمانیمون به یک متخصص مراجعه میکنیم، برای مشکلات روانیمون هم باید به یک متخصص مراجعه کنیم. حالا یک متخصص هم شامل روانشناس و روانپزشک و مشاور میشه ها. فرض نکنید یک جادوگر یا رمال قراره این مشکلات روانی شما رو حل کنه. راجع به انتخاب یک مشاور یا روانشناس خوب هم بعداً یک ویدیویی خواهم ساخت. اگه این ویدیو رو میبینید بعدش برید کانال رو چک کنید ببینید اون ویدیو رو گذاشتم یا نه. کانال رو هم سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغل رو هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم بهتون اطلاع داده بشه. اما داشتن سلامت روان چه اثری روی زندگی ما میذاره؟ این تعاریف و این چیزایی که میخوام بگم تا حدود زیادی کلیشه‌ای ان، به خاطر همین کوتاه بهش میپردازم. طبیعتا داشتن سلامت روان باعث میشه که کیفیت زندگی شما بالاتر بره، روابط بهتری داشته باشید تا باوریتون در مقابل مشکلات، در مقابل استرس های روزمره بیشتر هم بشه. طبیعتا ما توی ایران که هر روز با یک سری اخبار بد شروع میکنیم روزمون رو، داشتن این تاباوری اهمیت زیادی داره. اما موضوع بعدی اینه که آقا اصلا چه عواملی روی سلامت روان ما تاثیر دارن؟ من به طور کلی این عوامل رو دو دسته کردم: عوامل ثابت و عوامل پویا. برای هر کدوم هم چند تا زیر شاخه قرار دادم که به طور مختصر هر کدوم رو توضیح میدم. اول بریم سراغ عوامل ثابت. من عوامل ثابت رو به 3 تا زیر شاخه تقسیم کردم. اولی ژنتیک ما هستش. طبق مطالعات و پژوهش‌ها یک بخش بزرگی از مشکلات و اختلال‌هایی که میتونن سلامت روان ما رو به خطر بندازن ریشه ژنتیکی و دی داره، مثل اختلالات شخصیت، اضطراب‌های مداوم، برخی از افسردگی‌ها. طبیعتا ما توی به وجود اومدن اونها هیچ نقشی نداشتیم و تنها کاری که میتونیم برای اون انجام بدیم اینه که در کنار یک متخصص و با همراهی یک متخصص اینا رو مدیریت کنیم. زیر مجموعه دوم ما از عوامل ثابت شخصیت ما هستش. شخصیت آدم‌ها از بد
تولد شروع به تشکیل میشه و با طی زمان و بزرگتر شدن آدما نسبتاً به جایی میرسه که دیگه ثابت میمونه. شخصیت یک امر نسبتاً ثابتی هستش. وقتی میگن با بزرگ شدن آدما این شخصیت ثبات پیدا میکنه، یعنی یک سری ویژگی ها و یک سری کارها رو تکرار میکنن. همین ثبات پیدا کردن این ویژگی ها باعث میشن ما در مقابل برخی محرک های محیطی مقاومتر باشیم و در مقابل برخی دیگه از محرک ها آسیب پذیرتر باشیم. آخرین زیر مجموعه از عوامل ثابت میشه تجربه ما در دوران کودکی. راجع به این تجربیات ما در دوران کودکی خیلی شوخی ها میشه که مثلا فلان چیز برمیگرده به دوران کودکی و همه روانشناسا هم اینو میگن. شوخی های زیادی انجام میشه طبیعتاً، ولی واقعا این دوران کودکی نقش زیادی در شخصیت ما و سلامت روان ما داره. این که اصلا ما چه کمبودهایی داشتیم در دوران کودکی، رفتار والدینمون با ما چه شکلی بوده، چطوری تربیت شدیم، چقدر آزادی عمل داشتیم، همه اینا آینده یک بشری و یک اصلاً انسان رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا نوع رابطه و سبک دلبستگی ما که موضوع یه ویدیو دیگه هستش با والدینمون مستقیما روی انتخاب پارتنر و همسرمون تاثیر داره. اینا 3 تا زیر مجموعه عوامل ثابت بودن. اما بریم سراغ عوامل پویا. اما من چرا به اینا میگم عوامل پویا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم با دخالت مستقیم تو اونا این موضوعات تغییر بدیم و رو به بهبودی ببریمشون. عوامل پویا رو هم من به 2 تا زیر مجموعه تقسیم کردم. اولین و مهمترین زیر مجموعه عوامل پویا سبک زندگی هستش. وقتی از سبک زندگی میگم یعنی تقریبا همه ابعاد زندگی رو شامل میشه. اینکه تغذیه سالم، ورزش کافی، مصرف یه سری ماده ها مثل الکل و برخی دراگ ها، نمیدونم مقدار خواب و غیره، همه اینها روی سلامت جسمانی ما اثر مستقیمی دارن و این سلامت جسمانی ما هم مستقیم روی سلامت روان ما اثر میذاره. پس شاید جایز باشه که اینجا چند تا توصیه کوتاه هم داشته باشم. اولین مورد اینه که آقا تغذیه سالم داشته باشید. اینو فکر کنم هزاران بار شنیدین دیگه، نمیخوام باز کنم. مورد دوم، خواب کافی داشته باشید. این خواب به نظرم یکی از عواملیه که خیلی بهش کم توجهی شده. به ما گفتن که نمیدونم از خوابت بزنین، پیج‌های موفقیت و انگیزشی همیشه گفتن که نمیدونم از خوابتون بزن، برای موفقیت باید از خواب زد، کمتر خوابید، نمیدونم آدم‌های موفق 5 صبح بیدار میشن. اینا همشون مزخرفاتن. خب خواب کافی به اندازه‌ای که روی موفقیت شما تاثیر داره شاید عوامل دیگه نداشته باشن. اینکه خواب کافی چقدره و چقدر باید باشه و خواب اصول چیه توی یه ویدیو دیگه بحث خواهیم کرد. ولی اینو بگم، نه 4 ساعت، نه 8 ساعت، نه 10 ساعت، هیچ کدوم نمیتونه برای شما یک معیار خوبی باشه. شما باید خودتون این ساعت رو پیدا کنید، این عدد رو پیدا کنید و وقتی به یک خواب کافی رسیدین بگین که آقا این ساعت و معیار من برای خوابیدنه. مورد بعدی، اگه زمانتون اجازه میده حتما ورزش کنید. چرا میگم اگه زمانتون اجازه بده؟ چون امروز دیگه همه درگیر کارن و اینقدر زمانشون سر کار میره که شاید زمانی برای ورزش نمیمونه. مورد بعدی که شاید ما ایرانی‌ها هم خیلی توش درگیر هستیم اینه که از موقعیت‌های استرس‌ها و تنش‌ها دوری کنیم. همه ماها طبیعتاً در طول روز یک سری استرس‌هایی رو تحمل می‌کنیم، اینا طبیعیه. ولی وقتی شدت این تنش و استرس بالا میره دیگه همه جسم ما رو رسما تحت تاثیر قرار میده. از این نوع عوامل و تنش‌ها سعی کنید تا جای ممکن دوری کنید، چه توی کارتون باشه، چه توی اخبار باشه و چه توی حالا ابعاد مختلف زندگیتون باشه. اما بریم سراغ زیر مجموعه دوم از عوامل پویا. مورد دوم مربوط به محیطی که شما توش هستین. حالا محیط‌های پرتنش، کار استرس‌زا، روابط نامناسب، دوستان نامناسب، آلودگی‌های محیطی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، همه اینا محیط‌هایی هستن که میتونن به شما آسیب بزنن. قبول دارم روی بعضی از اینا ماها تاثیر داریم، مثلا انتخاب دوستامون، ولی روی برخی از اینا هم ما اثر نمیتونیم بذاریم، مثل آلودگی هوا، نمیدونم آلودگی صوتی و اینا ما تاثیر مستقیمی نمیتونیم داشته باشیم. اما تا جای ممکن باید این محیط‌های ناسالم رو با محیط‌هایی که سالمن جایگزین کنیم. اینم از 2 تا زیر مجموعه عوامل پویا. بریم سراغ موضوع بعدیمون، ولی قبلش یک نکته رو اشاره کنم. موردی که میخوام اشاره کنم اینه که آقا از مراجعه به یک متخصص هیچ موقع غافل نشید. چرا به این موضوع هی تاکید میکنم؟ به این دلیل که آقا ما الان توی فضای مجازی خیلی میبینیم که مثلا میگن مگه پدران ما نمیدونم تراپیست داشتن، مگه روانشناس داشتن، و مگه مشکلاتشون رو با رفتن به روانشناس حل میکردن، نمیدونم مرد باشید، سیگما باشید، فلان باشید. به این حرفا گوش ندید آقا. مگه علمی که ما الان داریم با علمی که پدران ما، نمیدونم پدر بزرگای ما داشتن اصلا یکیه، چه برسه به نسل‌های قبلیمون. شما برای انجام یک کاری نیاز به راهنمایی دارید، میتونید به یک متخصص مراجعه کنید. برای گرفتن یک تصمیمی دودل هستید، میتونید به یک متخصص مراجعه کنید. هر چیزی متخصص خودش رو داره. طبیعتاً در حوزه سلامت روان انسان هم یک روانشناس، یک روانپزشک، یک مشاور متخصصه.
پس از مراجعه بهش غافل نشین و نترسین. فکر کنم الان دیگه کمتر کسی هم مونده باشه که فکر کنه هر کسی به روانشناس مراجعه میکنه دیوانه است. اگه کسی هم مونده که این شکلی فکر میکنه، فکر نکنه. از اینم بگذاریم بریم سراغ بحث آخرمون. توی این بخش میخوام 2 تا کتاب معرفی کنم. یه دونه تست معرفی کنم که درباره سلامت روان هستن و اطلاعات بیشتر رو درباره خودتون و کلا سلامت روان میدن. تستی که میخوام حالا معرفی کنم تست سلامت روان هستش که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. از سایت ایسنج هم میذارم که تست رایگان هستش ولی تفسیرش رایگان نیست. شما میتونید تست رو بدید. اگر دوست داشت داره نسخه پولیش و تفسیر پولیش رو هم بگیرید و حالا اینو ببینید. اما نکته‌ای که باید اینجا اشاره کنم و خود سایت ایسنج هم بهش اشاره کرده اینه که این تست شاید فقط 30%، شاید فقط 40% شما رو اصلا به خودتون نشون میده. بخش اصلی این که خودتون بشناسید برمیگرده به مصاحبه با روانشناس و تفسیر روانشناس از این تسته. راجع به این موضوع هم خب بازم بعداً ویدیو خواهیم داشت. اگر دوست داشت حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا اون ویدیو رو هم از دست ندید. اما بریم سراغ 2 تا کتابی که میخوام معرفی کنم. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم کتابیه که جدیداً چاپ شده، چاپ 1403 هستش. نشر جدید یوشیتا هم هستش که اینو منتشر کرده. اسم کتابی برای سلامت روان شما هستش که میتونید حالا از هر کجا تونستین تهیه کنید. کتاب بعدی که کتابی که احتمالاً خیلیاتون نویسنده‌اش رو میشناسید، کتاب در باب سلامت روان هستش به نوشته آلن دوباته. هر دو این کتاب‌ها خوبن، هر دو این کتاب هم خوندنی هن. اگر دوست داشت اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع، اطلاعات بیشتری راجع به خودتون داشته باشید، میتونید این کتاب‌ها رو تهیه کنید، بخونید. طبیعتاً موضوعات مربوط به سلامت روان به اینجا ختم نمیشه. من به صورت کلی توضیح دادم. همه این موضوعات یک سری زیر مجموعه هایی داره که نیاز به بحث دارن. توی این کتاب هم طبیعتاً بحثش کردن. میتونید حالا با تهیه این کتاب ازش طبیعتاً اطلاع داشته باشید. خب اینم از این ویدیو. امیدوارم این ویدیو هم به دردتون بخوره. یک جایی زندگی بگین چه خوب که این ویدیو رو دیدم. حتما لایک ویدیو یادتون نره که این ویدیو رو به افراد بیشتری هم نشون بده یوتیوب. و لایک و سابسکرایب و اینا هم دیگه خودتون میدونید. تا ویدیو دیگر، بدرود.